جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة. یک مرده در سن 80 سالگی بیماری سخت شد. بیماری به درجه رسید که موی سفید بعضی وقت عقل و خاطرش را از دست داده مانند دیوانه می گشت. سپس به هوش می آمد و همین طور عمر به سر می برد. این موی سفید 3 فرزندش را خانه‌دار کرده و آنها را در همان خانه که خودش زندگی می کرد جای کرده بود. اما زنان فرزندانش وجود داشتن پدرشان را در خانه یک بار سنگین حس می کردند. به همین خاطر کهلونها برای دور کردن موی سفید از خانه نقشه کشیدند و از همسرانشان طلب کردند که نقشه کشیدگیشان را قبول کنند. نقشهشان این بود که پدرشان هنگام حالت بیهوشیش به خانه پیرانسالان برده شود. متاسفانه فرزندان موی سفید وقتی که پدرشان نزدیک به حالت بیهوشی شد طلب و درخواست همسرانشان را پذیرفتند. کهلونها به نهایت خوشحال گردیده به موی سفید گفتند ما تو را به خانه برای معالجه خواهیم برد. و بعد از آن که پدرشان در حالت بیهوشی قرار گرفت همسران فرزندانش از خوشحالی یکدیگر را تبریک و مبارکبادی کردند و فرزندان جگر بندش باشند او را به خانه پیرانسالان برده و گفتند این مرد را ما در راه یافتیم و خواستیم که از برای خدا وی را کمک کنیم و اجر و پاداش بگیریم، پس او را به نزد شما آوردیم. یا ایها الانسان ما غرک بربک الكریم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ای انسان چه چیز تو را نسبت به پروردگار کریمت مغرور ساخته است؟ آنکه تو را آفرید آنگاه شکل و اعضایت را تمام کرد سپس معتدل گردانید و به هر شکل و صورتی که خواست تو را ترکیب نمود. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هرگز چنین نیست که شما گمان میکنید، بلکه شما روز جزا را یعنی قیامت را دروغ میشمارید و به گمان نگهبانان از فرشتگان بر شما گماشته شدند که نویسندگان بزرگوار هستند. آنچه را انجام میدهید میدانند و اعمال نیک و بد شما را یاد داشت میکنند. خانه پیرانسالان از این کار خوشحالی نمودند چون که بیچاره موی سفید را در راه پیدا کردند و به این مکان آوردند و هنگام برآمدن از خانه پیرانسالان به دروازه‌بان گفتند اگر این موی سفید وفات کرد این رقم خانه و این رقم مشتری است، با ما زنگ بزن. پس از چند مدت پیرمرد به هوش آمد. پس هر 3 فرزندش را ندا کرد تا برایش آب طهارت بیارند. سپس مدیر و پرستاران به نزدش آمده و به او گفتند تو در خانه پیرانسالان قرار داری؟ پدر پرسید من به اینجا کی آمدم؟ گفتند در فلان روز به اینجا آورده شدی و برای پیرمرد صفتهای کسانی که او را به اینجا آوردند بیان کردند. پدر در این حال به نهایت غمناک شد. گفت آنها 3 فرزند من هستند. سپس 2 دستش را به آسمان بلند کرد و برای آنها دعای بد کرد. خدایا با چنین حالی که مرا رساندند آنها را نیز به همان حال برسان. خدایا چهرهایشان را برایم نشان بده که روز قیامت در آتش جهنم می سوزند. خدایا آنها را از بهشت محروم بگردان. پس پدر مدیر خانه پیرانسالان را فرا خوانده و نوشته کرد که همه دارایی و مالکیتم برای خانه پیرانسالان وقف می باشد و این ضربه را برداشت کرده نتوانست و در حال وفات کرد. فرزندان پس از آن که دروازه‌بان با آنها تماس گرفت و آنها به او مبلغ دادند و شاد و خرسند برای گرفتن دارایی و مالکیت پدرشان روان شدند. اما ناگهان کارمندان تحقیقات جنایی آنها را بازداشت کردند تا ایشان را آگاه سازند که همه این دارایی و بایگری مال و ملک خانه پیرانسالان شده است و اینچنین باید از خانه هایی که استقامت میکنند خارج شوند و دیگر حق استقامت را در آنها ندارند. این جزا برایشان در دنیا
پیش از آخرت است. پس برادران عزیز، تا حال دیر نشده است. پدر و مادر خود را نگاه بین کنید پیش از اینکه پشیمان شوید و آن وقت دیگر پشیمانی سودی ندارد. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. یقینا الله به مردم هیچ ستم نمی کند ولی مردم به خویشتن ستم می کنند. جمال الوجود بذكر الإله